مادر بزرگ یکی از این رفیقای من تو باشگاه، پسر مثلا 22 سالشه، خیلی پولدارن، سفید پوستن. یه بار رفتیم اینجا خونه پدر بزرگ مادر بزرگش مهمونی، خونه ویلایی فلان اینا، با پدر بزرگه مثل اینکه الان 6-7 ماه طلاق گرفتن و اینا. بعد امروز هم نوه میگه مادر بزرگ من تو خوشش میاد، گفت هر چی بخوای براتون میخره، ساعت، مواد، لباس. گفتم کسخلی، من همه چی دارم. اون موقع که خارکوسه گیر بودیم یه دونه اینا کسا گیرمون نمیافتاد. خارکوسه حالا که دستمون به دهنمون میرسه حالا بیا کونی پیرزن بذاریم، کسخلم مگه، کس مشنگ. فهمیدی چی میگم؟ فکر کنم من کسخلم برم با پیرزن. بعد پیرزنام که میدی بدبختشون چیه که آبشون نمیاد، دهن آدمو میگن. یکی دو بار باشون بودم قبلا، نه حالا همه مثلا 60 و اینا 60 همه بودین دی کس باده یا جق زدین واسه پیرزن، ولی که کس چرا نگین.